راز بزرگ جنجالی زبی استالفی و سیتا قاسمی افشا شد. دلیل سفرهای سیتا قاسمی به تاجیکستان چی است؟ سیتا قاسمی با دخترانش در کدام کشور زندگی می کند؟ و پیشنهاد عجیب زبی استالفی برای سیتا قاسمی. من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. زبی استالفی هنرمند محلی خوان، صدای آشنا که با انجره اطلاعیش جایگاه هنری خاص در میان هنرمندان محلی برای خودش کسب کرده است. زبی استالفی از سن نوجوانی شروع به سرودن آهنگ‌های محلی کرد. وی همیشه در افغانستان در محافل خوشی هموطنان افغانش اشتراک می‌کرد و همیشه از زبی استالفی آهنگ‌های محلی می‌سرود. زبی استالفی در سال 2016 به کشور آلمان رفت و اکنون در آنجا زندگی می‌کند و مانند قبل در محافل خوشی هموطنان افغانش اشتراک می‌کند، اما مدت دیری می‌شود دیگر آهنگ ثبت و نشر نکرده است. جدیداً زبی استالفی از سیتا قاسمی درخواست برگزاری کنسرت مشترک کرده است، ولی سیتا قاسمی برگزاری این کنسرت با زبی استالفی را کاملا رد کرده است. چون که سیتا قاسمی رفت آمدهای بیشمار به کشور تاجیکستان داشته است و همکاری‌های وی با هنرمندان تاجیکی خیلی داغ و داغ‌تر شده است. در اصل سیتا قاسمی با دخترانش در کشور آلمان زندگی می‌کند. این خبر نشر شده توسط سیتا قاسمی در صفحات مجازیش بازتاب گسترده‌ای داشته است و مورد نقد و نظر علاقه‌مندان و طرفدارانش قرار گرفته است. ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان سیتا قاسمی و زبی استالفی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.